من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. صدق الله. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا وعلى آله وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت سوره مبارکه الانبیا هست. مناسبت و ربط این سوره با سوره طه که گذشت در این هست که ما در سوره طه خواندیم خدای عزوجل به موسی علیه السلام خبر دادند که اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. ای موسی من الله هستم، هیچ معبود سزاوار پرستش نیست الا انا به جز من، فاعبدنی. حال در سوره انبیا میخوانیم که این پیام فقط به موسی علیه السلام داده نشد، بلکه به سوی همه انبیا همین وحی شد. در سوره انبیا میخوانیم که به همه انبیا علیهم السلام همین پیام وحی شد که لا اله الا انا فاعبدنی، بغیر از من معبودی نیست. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به سوی آنان ما وحی می کردیم به توحید فی الالوهیت. و برای اثبات این مدعا در این سوره ما دلائل متعدد میخوانیم، هم دلائل عقلیه میخوانیم هم دلائل نقلیه میخوانیم. تقریبا 3 دلیل عقلی و 1 دلیل وحی، 11 دلیل نقلی که از این 11 دلیل نقلی 1 دلیل نقلی اجمالی هست از همه انبیا و 10 دلیل نقلی تفصیلی، یعنی از هر پیغمبری جداگانه. پس این سوره
سوره انبیا هست، دلیل نقلی از انبیا بیشتر برای اثبات توحید در این سوره خوانده می شود. اما الله عزوجل سوره را آغاز می فرماید با سرزنش و توبیخ برای مردمی که از حساب و کتاب غافلند. ابتدا با ذکر قیامت و با ذکر حادثه بزرگ قیامت سوره آغاز میشه و زجر و توبیخ است بر منکرین قیامت، آن منکرینی که آنها از وقوع این حادثه بزرگ در غفلتند. می فرماید اقترب للناس حسابهم، نزدیک است برای مردم حسابشان. منظور از مردم اینجا منکرین هستند، آنانی که انکار می کنند قیامت را، حسابشان نزدیک است. و هم فی غفلت معرضون، آنان در غفلت هستند، اعراض کننده، در حالی که اعراض کننده اند از قیامت و روی گردانند، توجهی ندارند. الله می فرماید ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. هیچ ذکری، هیچ یادی از جانب رب نمی آید، محدث ذکر جدید، ذکر جدیدی نمی آید، الا استمعوه، مگر گوش می کنند. اما وهم یلعبون، بازی می کنند، مسخره می کنند، بازی می کنند و مسخره می کنند. منظور چی هست؟ منظور اینه که این منکرین به قدری در دنیا اینها مستغرقند و از آخرت غفلتند، در غفلتند، انحماک و غفلتشون به حدی هست که هرگاه آیه از آیات الهی نازل میشه اینا مسخره میکنند و یستمعون القرآن مستهزئین، قرآن را گوش میکنند در حالی که مسخره میکنند. لاهیتا قلوبهم، این دلیل است، علت است. چرا مسخره میکنند؟ چون دلهایشون غافل است. لاهیتا قلوبهم یعنی معرضة عن ذکر الله، از ذکر خدا دلهایشان اعراض کننده و متشاغلة عن التأمل و التفهم، به جای اینکه تأمل و تفهم بکنن در آیات الهی، نه، از تأمل و تفهم به سمت و سوی دیگه مشغول است دلشان. اصلا تأمل در آیات الهی ندارن، برای فهم آیات الهی اینها کوچکترین اقدامی ندارن. لاهیتا قلوبهم و اسر النجوا، و اینها مخفی می کنند النجوا، سرگوشی ها را، جلسات خصوصی را، مشوره های خصوصی را. نجوا گفتیم دو نفر با هم خصوصی سرگوشی داشته باشند، اون را میگن نجوا. مخفی میکنند نجوا را. کی مخفی میکند؟ الذین ظلموا، ظالمان. یک اشکال نحوی اینجا بعضی مفسران ذکر کردن، اون اینه که شما خواندید هرگاه که فاعل اسم ظاهر باشد فعل چی میاد؟ مفرد. فاعل اگر اسم ظاهر باشه، اذا کان الفاعل اسما ظاهرا فوحد الفعل ابدا. فاعل اگر اسم ظاهر باشد فعل مفرد میاد، واحد میاد. خب اینجا الذین ظلموا فاعل است، اسروا چرا جمع آمده؟ و اسر الذین ظلموا باید باشه، آنانی که ظلم کردن مخفی کردن، ولی اینجا آمده اسروا. چند تا جواب نوشتن مفسران، بعضی نوشتن که ضمیر اسروا به الناس هست و اسروا الناس
قبلا اقترب للناس گذاشت. آن مردم اسروا و باز الذین ظلموا بدل است از اون ضمیر، مخفی میکنند. یعنی چه کسانی؟ یعنی الذین ظلموا. بعضی میگویند که فعل الذین ظلموا یقول مقدر است و اسر النجوى یقول الذین ظلموا هل هذا. بعضی میگه اعنی مقدر است، اسر النجوى اعنی الذین ظلموا، والله اعلم. بهرحال بخاطر اینکه این قاعده و این ضابطه درست در بیاد این توجیهات را ذکر کردم. هل هذا الا بشر مثلکم. این ظالمان چی میگن نسبت به پیغمبر؟ چه اعتراضی دارن؟ با هم سرگوشی خصوصی دارن، میگن این هم مثل ما بشری هست. هل هذا نیست این مگر بشری مثل شما؟ افتأتون السحر و انتم تبصرون. آیا پیش جادو می آیید و در حالی که شما می بینید که جادو هست؟ با هم به صورت مخفیانه می گفتند، یعنی معتقد بودند العیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم جادوگر است. چنانچه علامه اندلسی در بحر المحیط میگه و کانوا یعتقدون ان الرسول من عند الله لا یکون الا ملکا. اونا معتقد بودند که هر کسی رسول باشد از طرف خدا باید فرشته باشد، و ان كل من ادعى الرسول رسالة من البشر، هر کسی از انسانها ادعای رسالت کرد و جاء بمعجزة و معجزه هم آورد که من رسول هستم، میگویند که فهو ساحر و معجزته سحر. این خودش ساحر است، معجزهش هم چیه؟ سحر است. لذا به پیغمبر میگفتند افتأتون السحر و انتم تبصرون. شما نزدیک سحر میایید، پیش سحر میایید و ساحر میایید در حالی که میبینید که داره جادو میکنه. قال ربی، اینجا الله تعالی حکایت میکند به نقل از پیغمبرش، به نقل از نبی و حبیبش. قال، قائل این قال، گوینده این قال رسول الله است. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. اون پیامبر به آنان گفت، رسول به آنان گفت رب من میداند سخن را در آسمان و زمین. شما به صورت مخفی بگید، شما به صورت علنی بگید، الله میداند شما چی دارین میگی. و هو السمیع العلیم. دلیلش اینه که رب من سمیع هست، به هر چیز میشنود. العلیم لکل شیء، هر چیز را میداند. باز اونها رنگ عوض میکردند، هر بار یک چیزی میگفتند. یک بار گفتند سحر است، بل قالوا اضغاث احلام، بلکه آنها میگفتند این خوابهای پراکنده است که او میبیند. بل افتراه، یک بار میگفتند نه بلکه اون افترا کرده، از خود درست کرده. بل هو شاعر، بلکه این شاعر است. یک بار مفتری العیاذ بالله، یک بار شاعر، یک بار ساحر، هر بار یک چیزی میگفتند. و میگفتند مشرکان فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون. اگر واقعا پیغمبر هست از جانب خداست، آیه بیاورد مثل اینکه اولون فرستاده شدن. منظور از اولون چیه؟ عصای موسی و ناقه صالح امثال، یعنی مثل موسی چنان عصای معجزه‌گری بیاورد، مثل صالح شتری بیاورد. اگر واقعا پیغمبر است مثل آنان بیاورد. اما الله تعالی می فرماید مگر اونهایی که از موسی و از صالح اون معجزات را خواستن، اونها مگر ایمان آوردن که شما ایمان بیارید؟ ما آمنت قبلهم من قریة اهلکناها. ایمان نیاورد قبل از اینا هیچ قریه. اهلکناها، ایمان نیاوردند بعد از اینکه معجزات ظاهر شدند و ایمان نیاوردند. اهلکناها، ما آنان را هلاک کردیم. حال مگه اینا ایمان می آورند؟ افهم یؤمنون،
آیا اینها ایمان خواهند آورد؟ اینها هم نمیارن. اینا بهانه هست که مثل معجزه اونها معجزه باشه. اون معجزه که باشه اینا مثل همون برادرانشون در شرک، اونا ایمان نیاورده، اینا هم ایمان نمیآورد. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم. اینجا جواب سوالاتشون است، اشکالاتشون است. الان ما خواندیم که اونها گفتن که هل هذا الا بشر مثلكم، این مثل شما بشری هست، پیامبر باید ملک باشد، فرشته باشد. الله تعالی در جواب بیان می فرماید که هر پیغمبری که من فرستادم بشر فرستادم، بغیر از بشر نبوده. و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم، ما نفرستادیم قبل از شما مگر مردانی را فرستادیم، یعنی انسان ها نفرشته. و بعض مرد استنباط کردند که هیچ وقت زن نیامده به عنوان پیغمبر. نوحی الیهم، این جواب چی بود؟ هل هذا الا بشر مثلكم. الله می فرماید ما به اون مردان وحی کردیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید، علم ندارید، برید از اهل علم بپرسید. اهل الذکر یعنی اهل الکتاب، از اهل کتاب که علم دارند از اونها بپرسید آیا انبیاء گذشته فرشته بودند؟ شما که مخاطبین قرآن خب مشرکین بی سواد هستید، برید از اون اهل کتاب بپرسید که آیا اونها فرشته بوده یا انسان. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. این جواب سوال دیگری هست. اونا می گفتن که ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشي في الاسواق، چرا این پیغمبر نان میخوره، چرا تو بازارها میره؟ و دیگه اینکه اونها میگفتن که ما منتظر هستیم، بل نتربص به ریب المنون، ما منتظر مرگش هستیم، اون که بمیره. اشاره به پیغمبر میکردن دیگه دین ما محفوظ میشه. الله تعالی هر دو را جواب داد. اولا که ما در گذشته هم جسدهایی نفرستادیم که فقط اونها جسد باشن، لا یاکلون الطعام، غذا نخورند، نه، بشر بودن، نیاز داشتن، نیاز به خورد و نوش داشتن. این پیغمبر هم نیاز داره، انسان است، غذا خوردن که از نیازهای انسانی هست. این با نبوت هیچ تضادی ندارد. دوم اون که پیغمبران گذشته هم ما کانوا خالدین، همیشه نبودند. این پیغمبرم همیشه نمیماند. ولی الله میفرماید افئن مت فهم الخالدون، آیا اگر شما فوت کنید مگر این دشمنان شما همیشه میمانند؟ نه، انک میت و انهم میتون، هم برای شما موت هست هم برای آنان است. پس چرا اونها انتظار موت شما را دارند؟ مگر اونها خودشون نمی میرند؟ و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، ما اون پیامبران را جسد قرار ندادیم که غذا نخورند. و ما کانوا خالدین، و آنان همیشه نبودند، اونها هم برای مدت معینی آمدند. ثم صدقناهم الوعد، سپس ما آن وعده را صادق آمدیم، یعنی اون وعده را در اون وعده صادق و راست بودیم، وعده را محقق کردیم. فانجیناهم و من نشاء، ما اون انبیا را نجات دادیم و آنانی که ما خواستیم. و اهلکنا المسرفین، ما هلاک کردیم، از بین بردیم مسرفین را، مشرکین را، آنانی که از حد گذشتند. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم
حال ترغیب به سوی قرآن است. ای پیامبر ما نازل کردیم به سوی شما کتابی که فیه ذکرکم، در این کتاب ذکر شماست. ذکر چی؟ ذکر شخص مراد نیست. ذکرکم یعنی ذکر دینکم و احکام شرعکم. قرطبی گفته این کتابی که دین شما در این کتاب ذکر شده، شرع شما و احکام شرع شما در این کتاب ذکر شده، لذا ترغیب الی القرآن است. شما بیایید به سوی این قرآن. افلا تعقلون، با وجود این شما متوجه نمیشید، از عقل کار نمیگیرید که این کتاب چه کتابی هست؟ همه مطالب زیبا و نغز تو این کتاب آمده. و کم قسمنا من قریة، از اینجا خداوند تخویف دنیوی بیان می فرماید که خلاصش اینه که این کتاب را که ما فرستادیم، اگر اینها به این کتاب عمل نکنند، به سوی این کتاب توجه نکنند، مثل پیشینیانی که بر آنان عذاب آمد، برای اینها هم عذاب خواهد آمد. لذا تخویف دنیوی است. کم قسمنا من قریة، چقدر قسمنا ای اهلکنا، قسم اصل در هم شکستن را میگویند. چقدر از قریه های گذشته ما در هم شکستیم، یعنی هلاک کردیم، نابود کردیم. چرا؟ این دلیلش است. کانت ظالمتا، که اهل این قریه ها ظالم بودند. بنویسی به دلیل کفر و شرک. ظالم بودنشون این بود که کفر و شرک کردند. اونها را ما در هم شکستیم، هلاک کردیم. و انشأنا بعدها قوما آخرین، ایجاد کردیم بعد از اونها قوم دیگر. قوم دیگر را ما برای اهل زمین فرستادیم. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. الله تعالی کیفیت عذاب را بیان می فرماید که این اقوام که همیش دم از عذاب می زدند که عذاب کی میاد و عذاب کی میاد، وقتی که عذاب آمد پا به فرار گذاشتند. فلما احسوا بأسنا، وقتی که احساس کردند گرفت ما را، عذاب ما را، اذا هم منها يركضون، در این هنگام آنها از اون قریه ها یرکضون، فرار می کردند. ای یسرعون هاربین من قریتهم، به سرعت می دویدند از قریهشان، می خواستند برن بیرون. الله وقتی که عذاب آورد بهشان گفت لا ترکضوا، فرار نکنید، وارجعوا الى ما اترفتم فی، برگردید به سوی آن طرفی، به سوی آن خوشگذرانی که شما خوشگذرانی می کردید در آن. و مساکنکم، برگردید به سوی مساکنتان، به سوی کاخها و قصرهایتان. این تحکم است، استهزاء است. یعنی برگردید خونه های خوبتون زندگی کنید. کجا می دوید؟ لعلکم تسألون، برگردید شاید سوال بشید، مورد سوال و بازخواست قرار بگیرید. لعلکم تسألون غدا عما جرى علیکم، شاید فردا مورد بازخواست و سوال بشید که چی چیزی بر شما گذشت. بله، شما بر خود شما چه احوالی آمد. و نزل باموالکم، و به اموال شما، بر اموال شما چه بلایی آمد. چرا از پیش اموالتون فرار میکنی؟ برگردید ببینید. فتجیب السائل عن علم و مشاهدت، الان ببینید و مشاهده بکنید، فردا که از شما سوال شد سائل را جواب بدید که مال شما چطور هلاک شد، خانه های شما چطور منهدم شد، خود شما چطور نابود شدید. چرا فرار میکنی؟ برگرد. قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، اقرار مجرمین. وقتی که از پیش عذاب فرار میکردن اقرار کردن ای وای بر ما، یا ویلنا، ای وای بر ما، انا كنا ظالمین، ما ظالم بودیم، ما ظلم کردیم. انا كنا مشرکین، شرک ظلمه. الله می فرماید
فما زالت تلك دعواهم، همواره همین ادعایشون هست، یعنی اقرار میکنند، میگویند و میگویند و میگویند حتی جعلناهم حصیدا خامدین، حتی ما آنان را قرار دادیم حصید. حصید یعنی دروح شده، خورد خورد شده. خامدین خاموش، چراغشون خاموش شد. منظور اینه که اینها شروع به اقرار کردن عجب اشتباهی کردیم، عجب ظلم کردیم، عجب نادانی کردیم، انا كنا ظالمین. این گفتند تا اینکه الله نابودشان کرد. جعلناهم حصیدا، حصید معنی ریشکن، خامدین یعنی چراغ زندگیشون خاموش شد. بله، هر کسی که خدا را برنجاند، خدا را ناراضی بکند، عذاب میاد. پس این نمونه عذاب. و کم اهلکنا من قریة، چقدر قریه ها را ما هلاک کردیم. بعد از ذکر عذاب اینها دلائل شروع میشه. این دلیل اول عقلی هست بر اثبات توحید. الله تعالی از پیدایش آسمان ها و زمین دلیل میگیرد که اینها را بیهوده پیدا نکردیم، عبث پیدا نکردیم. ما اینها را برای هدفی بزرگ پیدا کردیم. اون هدف چیه؟ اثبات الوهیت، که خدا را به عنوان اله، به عنوان معبود بشناسید، فقط او را عبادت کنید. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین. ما خلق نکردیم، نیافریدیم آسمان و زمین و ما بینشان را لاعبین یعنی بیهوده، بیکار، بیهوده نیافریدیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر ما اراده می کردیم اینکه ان نتخذ لهوا بگیریم بیهودگی، یعنی ما بیهوده پیدا کنیم، بیکار باشیم و برای لهو و لعب پیدا بکنیم، لاتخذناهم من لدنا، ما قرار می دادیم اون را پیش خودمان، یعنی از جانب خودمان. به چه معنی؟ یعنی پیش خود نگاه می داشتیم، به کسی علم اون را نمی دادیم، علم آسمان و زمین را. فقط اگر برای بیکاری و بیهودگی بود، علیاذ بالله، ما پیش خود نگاه می داشتیم، نه اینکه به همه علم پیدایش آسمان ها و زمین بدیم و انبیا را هم بفرستیم که برای مردم بیان بکنند. خب انسان اگر کار بیهوده‌ای بکند، بیجایی بکند، سعی میکنه خودش سرگرم بشه، کسی دیگه متوجه نشه. لذا اینکه الله تعالی همه عالم را پیدا کرد، به همه عالم فهماند، آسمان و زمین را من پیدا کردم، انبیا را هم فرستاد. اگر ما کار بیهوده‌ای میکردیم، ما پیش خودمان نگاه میداشتیم، بقیه را اطلاع نمیدادیم. لذا انا كنا فاعلین، ان كنا فاعلین، اگر ما این کار را میکردیم، یعنی اگر ما به خاطر لهو و بیهودگی پیدا میکردیم پیش خودمان، ولی نه، ما زمین و آسمان را پیدا کردیم، انبیا را هم فرستادیم تا اینکه به وسیله حق باطل را نابود کنیم. بل نقذف بالحق على الباطل، بلکه ما میزنیم با حق، یعنی الذی هو التوحید، علی الباطل، بر باطل که شرک است، فیدمغه، اون را میشکند. ببینید اینجا مثال جالب برای حق و باطل زده. باطل را به یک کلوخ تشبیه داده، به یک، عرض کنم که چیزی که خام هست، و حق را به چیزی که سخت است. خب به وسیله سنگ، مثلا حق را به سنگ تشبیه داده. سنگ وقتی که با یک کلوخ برخورد بکند اون را میشکند، اما سنگ هیچ چیز نمیشه، او را میشکند، او را متلاشی میکند.
پس مثال حق مثل اون سنگ هست و مثال باطل مثل این کلوخ هست که وقتی که با حق برخورد بکند اون چی میشه؟ متلاشی میشه، از بین میره. پس بل نقذف بالحق، بلکه ما به وسیله حق یعنی الذی هو التوحید به وسیله این میزنیم علی الباطل، به سر باطل یعنی الذی هو الشرک، فیدمغه، او را چی میکند؟ میشکند. فاذا هو زاهق، در این هنگام میبینی که باطل میرود، نابود میشه. اما ولکم الویل مما تصفون، برای شما ویل و هلاکت است از اون چیزی که بیان میکنید. چی چیزی بیان میکردند؟ شریک برای خدا. به خاطر این بیان کردن شریک برای شما ویل و هلاکت است. این دلیل اول بود که ما زمین و آسمان آفریدیم، اینها را بیهوده نیافریدیم. دلیل دوم توحید عقلی. وله من فی السماوات والارض، وله ای خاصتا، فقط و فقط برای الله است. هر کسی که در آسمان و زمین است، یعنی تمام مخلوقات، اون مخلوقاتی که شما اونها را دختران خدا میدانید، اون مخلوقاتی که شما اونها را فرزندان خدا میدانید، ملائکه را دختر میدانستند، عیسی و عزیر را پسر میدانستند. منظور که انبیا، صالحین، اولیاء، اینها همه مال الله هستند، ملک الله هستند، خلق الله هستند. چطور با الله برابرند؟ الله خالق اونا مخلوقند، الله مالک اونا مملوکند، الله معبود اونها عابدند. پس وله من فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است تمام آن مخلوقاتی که در آسمان ها هستند و در زمین هستند. بله، همه بنویسی خلقا و ملکا و تصرفا، همه مال خدا هستند از نظر خلق یعنی مخلوق خدا، همه مال خدا هستند ملکن یعنی از نظر مملوک خدا هستند، و همه در تصرف الله هستند. الله به هر صورت بخواد برمیگرداند. علامه آلوسی اینجا نوشته وله تعالی خاصتا جمیع المخلوقات، تمام مخلوقاتی که در زمین و آسمان هستند فقط برای الله هستند، خلقا و ملکا و تدبیرا و تصرفا. از نظر خلق او آفریده، از نظر ملک مال او هستند، از نظر تدبیر هر تدبیر او می کند، از نظر تصرف هر تصرفی که او در این مخلوقات می کند، احیاء و اماتتا، از نظر زنده کردن و میراندن هر کدوم را زنده می گذارد، هر کدام را می میراند، و تعذیبا و اصابتا، از نظر عذاب دادن هر کدوم را بخواد عذاب میده، هر کدوم را بخواد ثواب میده. من غیر ان یکون لأحد فی ذلک دخلا ما، بغیر از اینکه احدی در این رابطه دخالتی داشته باشه، هر نوع دخالتی، استقلالا ولا استتباعا، چه به صورت مستقل چه به صورت تابع یعنی غیر مستقل، هیچ کسی تصرفی ندارد، فقط الله دارد. یعنی از غیر الله هر نوع تصرف را نفی می کند. لذا الله می فرماید وله من فی السماوات والارض، فقط برای الله است تمام آن مخلوقاتی که در آسمان و زمین هستند. خب سوال میشه که فرشتگان مگر کارها را به جا نمی آورند، انجام نمی دهند؟ فالمدبرات امرا، امور را تدبیر نمی کنند؟ الله می فرماید اون فرشتگانی که پیش خدا هستند اونا خودشون عبادت خدا می کنند، لا یستکبرون عن عبادتی، از عبادتش ذره تکبر ندارند، اونها عابدند نه اینکه معبود. و من عنده، آن فرشتگان مقربی که نزد الله هستند، لا یستکبرون عن عبادته، آنان تکبر ندارند از عبادت الله، ولا یستحسرون، آنها خسته نمی شوند،
یسبحون اللیل و النهار، تسبیح میگویند شب و روز، لا یفترون، خسته نمیشوند از تسبیح، از تسبیحات هرگز خسته نمیشوند. بله، لا یستحسرون، خسته نمیشن. یسبحون اللیل و النهار، شب و روز تسبیح میگن. لا یفترون، ضعیف نمیشن. فتور و ضعف، سستی تو اونها نمی آید. مثل ما نیستن یک لحظه ذکر میکنیم یک لحظه دیگه سست میشیم، بیحال میشیم. اونا نه. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون. حال الله تعالی زجر و توبیخ بیان میکند. انسان ها با وجود این دلائل بازم غیر خدا را به عنوان معبود گرفتند. آیا این معبودان باطل می توانند که اونها را از قبرها بلند کنند؟ یعنی قدرت دارند؟ انسان کسی را به عنوان خدا و معبود انتخاب کند که او قدرتمند باشد. این معبودان همین اندازه قدرت دارند؟ ام اتخذوا آلهة من الارض، اما آیا گرفتن آلهه از زمین، خدایانی از زمین انتخاب کردن، این خدا و اون خدا. آیا هم ینشرون، آنها خودشون بقیه میتونه از قبرها بلند کنند، نشر کنند؟ نه خیر، نمیتونن. اونا خودشون عاجزند. لأن العاجز عنه لا يصح ان يكون الها. اینی که عاجز است از نشور، صحیح نیست که اله قرار بگیرد، چون که این اسم الوهیت مخصوص کسی هست که قادر باشد. اذ لا يستحق هذا الاسم، این اسم را یعنی اسم اله بودن را، اسم الوهیت را کسی دیگه مستحق نیست الا القادر على كل مقدور، مگر اون ذاتی که بر هر مقدور قادر باشد، یعنی بر هر ممکن قادر باشد. والانشار من جملة المقدورات، این که از قبر نشور و برخاستن این از مقدورات است، از جمله قدرت هاست. آیا خدایانی که اینها انتخاب کردن هم ینشرون، اونها انسانها را از قبرها بلند میکنن؟ نه. و باز دلیل عقلی دیگر برای این که دیگر الهی وجود ندارد. اگر الهی وجود داشت بر اساس دلیل تمانع فساد میشد. شما این دلیل تمانع را در منطق و فلسفه خواندید که اگر غیر از خدا دیگه آلهه بود فساد میشدن، هر فساد میکردن در زمین و آسمان. چرا؟ چون مثلا ما خواندیم یکی میگفت که خورشید طلوع کند، دیگری میگفت نه شب باشد، یکی میگفت روز باشد، یکی میگفت شب باشد، یکی میگفت هوا سرد باشد، یکی میگفت گرم باشد، یکی برای مردم یک منطقه قحط میخواست، دیگری باران میخواست. خب چی میشد؟ نظام مختل میشد، فساد میشد، نظام به هم میخورد، کشمکش میشد. ولی میبینیم که نظام به هم نمیخورد. هر روز خورشید سر ساعت، ماه به لحظه خودش، بقیه مخلوقات طبق دستور بدون خلل مأموریت به جا می آورند. پس میبینیم که فساد نیست. فساد کی نیست؟ پس تعدد اله هم نیست، تعدد خدا هم نیست. این دلیل تمانع. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در این زمین و آسمان آلهه بود بغیر از الله، لفسدتا، فساد میشد، در آن دو فساد میکردند. پس میبینیم فساد نیست. فساد کی نیست؟ پس تعدد آلهه هم نیست. فسبحان الله رب العرش عما یصفون، پس پاک است الله آن ذاتی که رب عرش است، رب العرش پاک است، عما یصفون، از آنچه که مردم بیان میکنند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، آن ذات بیان عظمت رب
چنان عظیم است که لا یسأل، سؤال نمیشه، بازخواست نمیشه، اما یفعلو، از آنکاری که انجام میدهد. اما بقیه مخلوقات و هم یسألون، آنان سؤال میشوند، بازخواست میشوند. از هر مخلوقی به خاطر عمل کردش سؤال میشه، اما کسی نیست از الله سؤال بکند. ام اتخذوا من دونه آلهه، الله باز هم زجر بیان می فرماید، توبیخ و سرزنش. آیا این انسان ها به غیر از الله آلهه دیگر، معبودان دیگر دارند و گرفتند، دیگران را به عنوان معبود گرفتند؟ الله می فرماید قل هاتوا برهانکم، این مطالبه دلیل از مشرکان. ای مشرکان، برهانتان را، دلیلتان را بیارید، اگر غیر از خدا دیگر خدایی هست. منظور اینه که برای اثبات الوهیت غیر الله یک دلیل عقلی یا نقلی یا وحی بیارید که هیچ کدوم را نمیتونستن بیارند. وقتی که هیچ کدوم را نمیتونستن بیارند، مثل این دلائل که الله فرمود وما خلقنا السماء والارض، یا وله ما فی السماوات، یا لو کان فیهما آلهة، اینا هم دلائل عقلی بود. یا دلیل نقلی بیارید، مثل این که الان خدا میارد همه انبیاء چه دعوتی داشتند؟ لا اله الا الله. شما دلیل نقلی بیارید، نمیتونن بیارن. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. ای پیامبر بگو که این ذکر کسانی هست که با من هستند. این یعنی این قرآن، این موضوع یا این قرآن پند و اندرزی هست برای صحابه‌ای که با من هستند. ذکر من معی، من معی یعنی صحابه، اونایی که با منند. و ذکر من قبلی، ذکر پیشینیان هست. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثرشان یقین نمی کنند، باور ندارد. لا یعلمون الحق، حق را نمی دانند. ای لا یستیقنون الحق، حق را یقین ندارند. فهم معرضون، پس اینها از قبول توحید اعراض کننده اند. اعراض کننده از چی هستند؟ از پذیرش توحید، در حالی که همه انبیاء برای اثبات توحید آمدند. الان شما دلایل عقلی خواندید، حال دلایل نقلی اجمالی از همه انبیاء بخوانید. و ما ارسلنا من قبلک من رسول، ما نفرستادیم قبل از شما هیچ رسولی، هیچ پیغمبری، الا نوحی الیه، مگر وحی می کردیم بسوی اون رسول. لا اله الا انا، نیست هیچ معبودی بغیر از من الله. فاعبدون، فقط و فقط مرا عبادت کنید. همه انبیاء دعوت بسوی الوهیت دادند، به توحید فی الالوهیت. لذا اینها چرا شرک می کنند؟ شرک می کنند و چه کفرگویی، حال زجر است، توبیخ است بر کفرگویی کفار. چی می گفتند؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، می گفتند رحمان برای خودش ولد گرفته، فرزند انتخاب کرده. العیاذ بالله. ولد بعضی مخلوقاتش را، مثلا عیسی را، عزیر را، ملائکه را. الله جواب میده سبحانه، الله پاک است از اینکه فرزند داشته باشد، دختر داشته باشد. بل عباد مکرمون، بلکه همه آنهایی که شما ادعا میکنید بندگان مکرم و معزز الله هستند. منشأ الوهیت اونا همینه که اونا بندگانی هستند که خدا اونا را عزت داد. مثلا عیسی را معجزه داد، عزیر را 100 سال موت داد و بعد زنده کرد، اینا معجزه. اینا را که خدا اکرام کرده اینها خدا میدانند. لا یسبقونه بالقول، همه اینها حتی انبیاء و فرشتگان لا یسبقونه بالقول، چنان از خدا، از ذات الله ترسان و لرزانند، چنان ترسان و لرزانند که
که یک کلمه جلوی الله و در محضر الله اونها نمیتونن بگن، سبقت بالقول نمی کنند. لا یسبقونه بالقول. منظور از لا یسبقونه بالقول بعضی گفتن عدم مخالفت قولی. اونا حتی با خداوند از نظر قول هیچ مخالفت نمیتونن بکن، هر چی خدا بگه میگن چشم. و هم به امره یعملون. این عدم مخالفت فعلی است. اون عدم مخالفت قولی بود، این عدم مخالفت فعلی. آنها به امر الله عمل میکنند، هر چی که الله بگن انجام میدند. پس چطور اینا با خدا برابرند؟ نه خدا نیستند، اینا بندگان خدا هستند، عباد الله هستند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. الله میداند آنچه که جلوی آنها است و آنچه که پشت سر، یعنی از گذشته و از آینده الله میداند. اینها نمیدانند، این فرشتگان انبیا. ولا یشفعون. خب شفاعت نمی کنند. الله می فرماید ولا یشفعون، شفاعت نمی کنند الا لمن ارتضى، مگر لمن ارتضى، برای کسی که الله راضی باشد. برای چه کسی الله راضی میشه؟ عن ابن عباس من قال لا اله الا الله. برای کسانی راضی میشند الله که اونها موحد باشند. انبیا برایشون سفارش میکنند، فرشتگان میکنند. و هم من خشیته مشفقون. از خوف الله عزوجل در ترس باشند. مشفقون یعنی بترسند، برای اونها شفاعت میکنند، نه اینکه برای مشرکان. و من یقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم. الله میفرماید اینا اگر چنین اظهاری بکنن خودشون محکوم میشند. حتی پاکان مقربان که نمیگن اونها. و من یقل منهم، هر کسی بگوید از آنان انی اله من دونه، من معبودم بغیر از خدا. ای مع الله ابن کثیر، منم یکی از معبودان همراه خدا. الله میفرماید هر کسی ادعا بکنه فذلک نجزیه جهنم، این فرد را، این مدعی را ما پاداش میدیم، جزا میدیم، جزایش جهنم است. كذلك نجزی الظالمین، ای المشرکین، مشرکان و ظالمین را اینگونه ما به کیفر اعمال میرسانیم. هر کسی ادعای الوهیت بکند دیگه تمامه. کجا انبیاء من ادعا میکنند؟ کجا فرشتگان ادعا میکنند؟ نمیکنند. خب ببین این دلیل نقلی از انبیاء در لابلای دلیل عقلی آمد. این یک دلیل نقلی اجمالی بود، 10 تا دیگه دلیل نقلی تفصیلی از انبیاء تک تک ما میخوانیم. اما بازم دلیل سوم توحید، عرض کردم که چند تا دلیل عقلی هستن، 3 تا، این سومی هست. الله تعالی بازم از آسمان ها و زمین دلیل بیان می کند. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. آیا کفار ندیدند، نمی بینند که آسمان ها و زمین رتق بودند؟ رتق به معنی بند، یعنی مسدود بودند، بند بودند. ففتقناهما، ما باز کردیم. ببینید 2 تفسیر داره. ابن عباس رضی الله عنهما، حسن بصری و جمهور این تفسیر را کردند که بند بودن آسمان به معنای باران نیامدن، بند بودن زمین کنایه از چی هست؟ نرویدن گیاه و علف و سبزی. آسمان بند بود یعنی هیچ باران نمی آمد. زمین بند بود یعنی هیچ چی از زمین، از دل زمین بیرون
نمی آمد، نمی روید. ما باران دادیم، آسمان را باز کردیم، یعنی از اونجا رحمت ها سرازیر شد. زمین را باز کردیم یعنی چه؟ تمام سبزیجات و علفزارها و گیاها و بوتها از زمین رویدن شروع کرد. پس به این معنی هست بند شدن و باز شدن. پس ما نازل کردیم، ما رویاندیم. این یک تفسیر. بعضی معتقدن اشاره به ابتدای آفرینش دارد. آسمان و زمین بند بودند به این معنی که وجود نداشتند، نبودند. ففتقناهما یعنی ما به وجود آوردیم. ففتقناهما یعنی چی؟ ما به وجود آوردیم. چنانچه آلوسی همین تفسیر را نوشته: الم یعلموا ان السماوات والارض کانتا معدومتین. اینا مگر نمیدانند که آسمان و زمین معدوم بودند، یعنی وجود نداشتند. ففتقناهما یعنی فاوجدناهما، ما آنها را به وجود آوردیم. پس یا این استدلال از باران و رویدن زمین هست که این کار خدا است، یا استدلال از پیدایش زمین و آسمان است که این هم کار خدا است. علی ای حال دلیل هست. الله می فرماید: وجعلنا من الماء كل شيء حی. از آب هر چیزی را زنده کردیم. به چه معنی؟ اینجا هم دو تفسیر هست. بر اساس گفته علامه جارالله زمخشری صاحب کشاف، جعلنا یا متعدی به یک مفعول است یا متعدی به دو مفعول است. اگر متعدی به یک مفعول باشد معنی آیه میشه وجعلنا من الماء كل شيء، یعنی ما هر حی و هر حیوان را از آب پیدا کردیم. ما هر حی و هر حیوان را از آب پیدا کردیم. وجعلنا من الماء كل شيء حی. چنانچه در جای دیگه آیه هست به همین معنی: والله خلق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء. هر دابه، هر موجود زنده را الله از آب پیدا کرد. پس وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی وجعلنا من الماء كل حیوان حي. به این معنی هست. اینجا جعلنا متعدی به یک مفعول. اما اگر متعدی به دو مفعولش بکنیم میشه وجعلنا من الماء ای سیرنا كل شيء حي بسبب الماء. هر چیز زنده را ما قرار دادیم به سبب آب. یعنی آب مایه هر حیات است، هر زنده هست. هر جاندار را به وسیله آب زنده کردیم. بله. افلا یؤمنون، آیا اینها ایمان نمی آورند به توحید من؟ غیر از من کی این کارها را می کند؟ به توحیدی جلاله نوشته. افلا یؤمنون به توحیدی. وجعلنا في الارض رواسي ان تمید بهم. ما قرار دادیم در زمین رواسی میخای، یعنی کوههای ثابت، جبال ثوابت. ان تمید بهم ای لئلا تمید بهم، تا اینکه زمین را زائل نکند، زمین را نلرزاند، نلغزاند. کوه گذاشتیم برای استحکام زمین. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. و قرار دادیم در این زمین راههای وسیع، مسالک واسعه، راههای وسیع. لعلهم یهتدون، شاید این انسان ها هدایت بشند، یعنی راهنمایی بشند، به منزل مقصود برسند. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ما قرار دادیم آسمان را سقف محفوظ. از چی محفوظ است؟ من السقوط.
هر چیزی که بالای سر باشه احتمال افتادنش است، اما این سقف محفوظ است، از هیچ روز انسان ها دغدغه نداشته یک وقتی آسمان نیفته، چنان مطمئنن محفوظ است از سقوط. و هم عن آیاتها معرضون، اما این انسان ها از آیات الهی اعراض کننده هستند. ای لا یتعمقون ولا یعتبرونها، در آیات فکر نمی کنند، تعمق نمی کنند، عبرت نمی گیرند، درس نمی گیرند. و هو الذی خلق اللیل والنهار، الان آیات سماوی. الله آن ذاتی هست که شب را آفرید، روز را آفرید، و الشمس ماه را، والقمر خورشید را و ماه را، کل فی فلک یسبحون، هر یکی از ماه و خورشید در فلک خودش یسبحون سیر می کند، هر یکی سیر می کند، مرحله خودش را می گذراند مرحله به مرحله. ماه سیرش را در ظرف 29 و 30 روز تکمیل می کند، خورشید سیر خودش را و گشتش را در ظرف 365 روز تکمیل می کند. خب بعضم زجر برای مشرکان الان خواندیم، اونا می گفتن که این پیغمبر که بره، قالوا نتربص به ریب المنون، ما منتظر هستیم حوادث زمان بیاید محمد را ببرد، منظور فوت کند، ای نشمت بموته، اون وقت به مرگش ما خوشحال میشیم. الله تعالی فنفى الله الشماتة عنه بهذا، الله تعالی شماتت را نفی کرد به این، یعنی با مرگ هیچ که نباید خوشحال بشه. گاهی افراد کم فکر میکنن، دشمنی میمیرد شادی میکنن، مگه خود ما نمیمیریم که شادی میکنیم؟ بناس او بمیرد و ما تا ابد بمانیم. لذا الله میفرماید افا ام مت فهم الخالدون، آیا اگر تو بمیری ای پیغمبر من، فهم الخالدون، اینها همیشه میمانند؟ نه خیر، اینها هم میمیرند. پس نباید خوشحال بشن، چون که کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت است. و نبلوکم بالشر والخیر فتنة، ما می آزماییم شما را با شر و خیر از نظر فتنه. شر یعنی هر چیزی که خلاف مزاج انسان، خلاف طبیعت انسان، مثل مریضی، مثل فقر، مثل مشکلات. والخیر هر چیزی که موافق مزاج انسان باشد، صحت، سلامتی، غنا، توانگری، پولداری، اینها با اینها شما را امتحان میکنیم. پس یکی امتحانش امتحان عسره، یکی امتحان یسره، یکی امتحانش امتحان نعمت، دیگری امتحانش امتحان نقمت، مصیبت. لذا الله می فرماید ما می آزماییم شما را بالخیر و بالشر والخیر، از نظر فتنه و امتحان. و الینا ترجعون، فقط به سوی ما برگردانده می شوید. و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذون، بازم زجر برای مشرکان. الله می فرماید هرگاه تو را ببینند ای پیغمبر من، کسانی که کفر کردن، ان یتخذونک الا هزوا. بعضی میگن درباره ابو جهل بود. ابو جهل پیغمبر را دید، گفت که مسخره کرد، گفت اهذا الذی یذکر آلیهتکم، این مرد هست که خدایان شما را یاد میکند، از اونها بدگویی میکند. اهذا الذی یذکر آلیهتکم، آیا همین است؟ لذا الله میفرماید و هم بذکر الرحمن هم کافرون، آنها نسبت به ذکر رحمان منکرن. ذکر رحمان چیه؟ قرآن است، قرآن ذکر الله است. اونها کافرن، منکرند. خلق الانسان من عجل، انسان عجول آفریده شده. انسان تدبر نمی کند که به حق بیندیشد، بلکه برای هر کاری عجول است، عذاب میخواد. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب آیاتم را به شما نشان میدهم ای انسان ها عجله نکنید. اونا چه عجله میکردند؟ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین،
آنان میگفتن این وعده کی هست اگر شما راست میگویید؟ الله میفرماید اگر اینها کیفیت عذاب را میدانستند برای عذاب اینطور عجله نمی کردند، مطالبه نمی کردند، نمی خواستند. لو یعلم الذین کفروا، اگر می دانستند کسانی که کفر کردند چرا؟ عذاب را. حین لا یکفون عن وجوههم النار، اون لحظه ای که نمی توانند باز دارند از چهرهشان آتش را. لا یکفون یعنی لا یدفعون. عذاب شعله میزند، زبانه میکشد، چهرهشان را میسوزاند که اونها دفع میکنند از چهرهشان ولی نمیتونند دفع کنند. ولا عن ظهورهم، نه از پشتشان، یعنی از جلو از پشت اینها را عذاب محاصره کرده، جای فراری ندارند. اگر اینها اون صحنه را میدیدند میدانستند هیچ وقت نمیگفتند عذاب کی میاد. ولا هم ینصرون، آیا در اون هنگام خدایان کمکشون نمی کند؟ نفی شفاعت، نه آنها یاری نمی شود، نصرت نمی شود. بل تأتیهم بغتة، بلکه آن عذاب ناگهان می آید. فتبهتهم، آنها را بهت زده می کند. بعضی علما تفسیر کردن تحیرهم، آنها را حیران می کند، بهت زده می کند. فلا یستطیعون ردها، آنها نمی توانند آن عذاب را رد کنند، برگردانند. ولا هم ینظرون، و نه آنها مهلت داده می شوند، ناگهان آن عذاب به سراغشان می آید. لذا اینها وقتی که عذاب را ببینند اون وقت عجله نمی کنند چرا عذاب زود نیامد و نمیاد. الله تسلی میده حبیب خودش را، نگران نباش، انبیاء گذشته را هم مسخره کردند. ولقد استهزئ برسول من قبلک، همانا استهزاء شد نسبت به رسول و پیامبر قبل از شما بودند، اما بعد از اینکه مسخره کردند و عذاب خواستند. فحاق بالذین سخروا، فرود آمد، نزول کرد به آنانی که مسخره کردند، منهم آن رسول را، ما کانوا به یستهزئون، آن عذابی که آن عذاب را استهزا می کردن، مسخره می کردن، عذاب آمد. لذا اینها را هم بگو عذاب میاد. این دو تا دلیل بودند. عرض کردم ابتدا که 3 تا دلیل هستند، 4 تا دلیل هستند، 3 تا نیستند، 4 تا دلیل عقلی. این دلیل 4م عقلی هست بر توحید. قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن، الله می فرماید شب و روز چه کسی هست که شما را نگهبانی می کند؟ من یکلؤکم، چه کسی؟ کلأ میگویند به عهده گرفتن و به ذمه گرفتن، حفاظت کردن. من الرحمن یعنی من عذاب الرحمن. اگر عذاب الله شب بیاد، روز بیاد، چه کسی شما را حفاظت می کند؟ ببین گفته من عذاب الرحمن، از یک طرف عذاب، از یک طرف صفت الرحمن. باید میگفت از عذاب القهار، عذاب الجبار، ولی چرا عذاب الرحمن گفت؟ به این دلیل که رحمان است عذاب نمیاد. این مهلت دادن، این تأخیر عذاب، این نیامدن عذاب به دلیل مهربانی او هست، او مهربان است. بل هم عن ذکر ربهم معرضون، زجر است، توبیخ. بلکه این انسان ها از ذکر ربشان یعنی از توحید پروردگار اعراض کننده هستند، پشت میدهند به توحید. الله تعالی بازم زجر و توبیخ و تشریح من یکلؤکم، کی شما را حفاظت می کند؟ چه کسی هست؟ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا، آیا برای آنان خدایانی هست، معبودانی هست، تمنعهم آنها را مانع بشه، ای تمنعهم من العذاب، من دوننا غیر از ما آیا دارند؟ نه خیر، اون معبودانی که اینها می پرستند
اون افرادی که اینها ندا میکنه اونها خودشون را نمیتونن کمک کنند، چه برسه به اینها. لا یستطیعون نصر انفسهم، ای لا یستطیع الالهة المزعومه، آلهه‌ای که اینها گمان دارند نمیتوانند نصر انفسهم، خودشان را کمک کنند. ولا هم منا یسحبون، و نه آنان از جانب ما مصاحبت میشوند، همراهی میشوند. یعنی از جانب مصاحبت و رفاقت و همراهی نمیشوند که خودشون را حتی حفاظت کنند. بل متعنا هؤلاء و آباءهم، الله می فرماید بلکه ما بهره دادیم، استفاده دادیم، مهلت دادیم اینها را و پدرانشان را، حتی طال علیهم العمر، حتی که عمر یعنی زندگی طولانی شد. منظور اینه که در تنعم و تعیش، در عیب شنوش اینها طولانی بسر کردند. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا آنان نمی بینند که ما پیش زمین می آییم هر وقت، ننقصها من اطرافها، ما زمین را کم می کنیم از اطراف زمین. افهم الغالبون، آیا اینها غالبا یا ما؟ ببینید این آیه را شبیه این آیه را خواندیم، اما در سوره مدنی خواندیم. این سوره مکی هست. آیا اونها نمی بینند که ما هر روز زمین می آییم، زمین را کم می کنیم؟ زمین را کم می کنیم به چه معنا؟ به این معنا که روز به روز شهرها فتح میشه، بلاد فتح میشه، اضافه میشه و ارض کفر کم میشه، ارض کفر نقصان پیدا میکند. یعنی امروز این شهر ایمان آورد، فردا اون شهر ایمان میاره، همینطور روز به روز کم میشه. این دلیل قدرت ماست. خب اگر این تفسیر را بکنیم، چنانچه تفسیر خازن کرده، اول تفسیر خازن میخوانم. افلا یرا هؤلاء المشرکون، آیا این مشرکان نمی بینند آثار قدرتنا فی اتیان الارض، آثار قدرت ما را در آمدن زمین؟ افلا یرا هؤلاء المشرکون آثار قدرتنا فی اتیان الارض، این که ما به زمین می آییم. چطور؟ من جوانبها، از جوانب زمین، به اخذ الواحد بعد الواحد، که یکی را میگیریم بعد از یکی دیگه. یعنی این روستا مسلمان شد، اون روستا مسلمان شد، اینم جزء قلمرو اسلامی، اونم جزء قلمرو اسلامی. و فتح البلاد والقرى مما حول مکه، اطراف مکه شهرها فتح شد، قریه ها فتح شد. و ادخالها فی ملک محمد صلی الله علیه وسلم، فی ملک محمد، در ملک و پادشاهی محمد همه آمدن. تفسیر خازن. خب اگر این تفسیر درست باشد، اون وقت با مشکل تعارض مواجه میشیم که این سوره مکی هست. این زمان جهاد نازل نشده بود که بگیم روز بروز شهرها فتح شدند. علامه سیوطی رحمه الله در الاتقان وقتی که به این مشکل برخورده گفته این آیات مدنی هستند. این آیات به آیات درسته سوره مکیه، اما این آیات به آیات مدنی میخورد که روز به روز سرزمین ها کم میشوند. این در مدینه گفته شد. اما خدمت شما عرض کنم که اگر آیات مدنی نباشند، هم مکی باشند، هم میشه جور کرد این را به نوعی. چطور؟ ببین هر روز زمین کم میشه، سرداران کفر میمیرند، از بزرگان کفر هر روز میمیرند. خب کم میشند اونها دیگه. و بعض اطراف هستند هر روز در همون زمان مکه که ایمان می آوردند، بعضی از قبایل، بعضی از مردم، بعضی از شهرها. حتی مثلا مدینه ایمان آورد، اهل یثرب، اهل مدینه دیگه کم شد از سرزمین شرک. اهل حبشه ایمان آوردند، نجاشی و غیره، اینا مسلمان شدند، از بلاد شرک کم شد. بس در همون صورتی که آیات مکی باشند هم توجیه دارد.
افهم الغالبون، آیا اینها غالبند یا ما؟ قل انما انذرکم بالوحی، بگو ای پیغمبر جزی نیست که من شما را می ترسانم به وسیله وحی، به وسیله وحی از عذاب خدا می ترسانم. اما کی می ترسد؟ کی از آیات تذکر می گیرد؟ کسی که ناشنوا باشد؟ کسی که نابینا باشد؟ هرگز. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، نمیشنود ناشنوا دعا را هرگاه ترسانده بشود. پس اینها هم وقتی که ناشنوا شدند دیگه نمیشنوند. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک، اگر به آنها برسد نفحی از عذاب، نفحه اصل باد سوزان را میگن، اینجا منظور یک ضربه از عذاب و به اصطلاح بخشی از عذاب، فشاری از عذاب. در دنیا عذابی بر اونها بیاید، لیقولن یا ویلنا انا كنا ظالمین، ای افسوس بر ما، وای بر ما ظلم کردیم، ما شرک کردیم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، این در دنیا است، اما در قیامت ترازوی انصاف گذاشته میشه، میگذاریم ترازوی انصاف را برای روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ نفسی ذره ظلم نمیشه، یعنی لا ينقص من حسناتها، از حسنات هیچ کس کم نمیشه. ولا یزاد فی سیئاتها شیء، در سیئات هیچ کس چیز اضافه نمیشه. و ان کان مثقال حبة من خردل، این نتیجه عدم ظلم است. اگر مثقال یک دانه باشد، من خردل از دانه های سپند، اتینا بها، ما می آوریم. یعنی اگر عمل انسان، عمل نیکش یا عمل بدش به اندازه دانه سپند باشد، ما می آوریم او را. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اونم به همین معنی هست. و کفا بنا حاسبین، ما کافی هستیم از نظر حساب گیرنده، لذا روز قیامت ما حساب میگیریم. خب این آخرین دلیل عقلی بود که الله در این دلیل عقلی شب و روز را آورد، و بعد از اون دلیل اعراض مشرکان و تخویف ها. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور